24 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара барои бунёди аввалин корхонаи истеҳсоли таҷҳизоти панелҳои офтобӣ санги асос гузошта бо лоиҳаи иншооти сохташаванда шинос шуданд. موافق لایحه کارخانه صنعتی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و جلب سرمایه خارجی از جانب شرکت اشیاهای گلوبالی آفتابی جمهوری کره بنیاد گردیده بعد از تطبیق پوره لایحه بیش از 8000 نفر در 4 مرحله با کار تامین کرده می شوند که 95% را شهروندان تاجیکستان تشکیل می دهد. فعالیت کارخانه مذکور به استحصال تجهیزات پانل‌های آفتابی روانه کرده شده. حجم سرمایه‌گذاری آن در 4 مرحله 2 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در دایره فضای مساعد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری در قسم غربی منطقه آزاد اقتصادی دنغره برای بنیاد این کارخانه بزرگ 22 گکتار زمین جدا گردیده آغاز کارهای ساختمانی در مرحله اول ماه ایول سال روان پیش بینی شده است. ضمن معرفی این طرح معاصر کارخانه صنعتی با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که کارهای ساختمانی در مرحله اول ماه مارس سال 2025 به انجام رسانیده شده. در نتیجه استحصال تجهیزات پانل‌های آفتابی با اقتدار 5000 مگاوات به راه مانده می شود. با راه ماندن استحصال پانل‌های آفتابی در کارخانه مذکور برای رسیدن به هدف‌های استراتژی رشد اقتصاد سبز توسط بنیاد نیروگاه‌های برقی از حساب منبع‌های برقرار شونده انرژی و تا سال 2030 به حجم نه کم از 1000 مگاوات رسانیدن اقتدارهای آلترناتیوی استحصال انرژی سبز زمینه مساعد فراهم می‌آورد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی بر رشد مناسبت‌های دوجانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و کره در بخش‌های مهم اجتماعی و اقتصادی بهای بلند داده انشاءات بنیادشونده را نمونه عالی همکاری در ساحه صنعت و رشد استحصالات ارزیابی نمودند. در سال 2023 گردش سودا بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره 116.1 میلیون دلار را تشکیل داده. عین حال بیش از 13 شرکت خدمترسانی و استحصالی این کشور در تاجیکستان فعالیت می نمایند. در کشور ما برای رشد فعالیت صاحبکاری و سرمایه‌گذاری بیش از 100 نمود امتیاز و سبکی‌های اندازی و گمرکی پیش بینی شده است که این برای پیشبرد کار سودای و تجارت و دیگر نمود خدمترسانی مساعدت می نماید. در زمان استقلالیت دولتی با دستگیری و اقدام‌های رهبر دولت محترم امامعلی رحمان 5 منطقه آزاد اقتصادی تأسیس داده شد که امروز فعالیت نظارت دارند. در تاجیکستان قوه برق از آب استحصال می شود. به همین خاطر برقی که از زمین آب استحصال می شود این قوه برق تازه هست. برای محصولات ما برق تازه لازم است. به همین خاطر ما همین تاجیکستان را انتخاب کردیم. همان قوه‌ای که به ما لازم است همان قوه را درست. به همین خاطر ما انتخاب کردیم منطقه اقتصادی آزاد دنغره. با دستگیری یعنی که حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منتداری خود را به آن کس میرسانیم و فکر میکنم که در آینده باز نقشه های زیاد در پیش است. در سال روان 3 کارخانه دیگر اشیاهای گلوبالی آفتابی و همچنین اوکسوس اینترنشنال که به استحصال تنباکو مشغول است و همچنین با سرمایه‌گذاری چینی استحصال سفالک ها که این کارخانه امکانیت میدهد که اقتصادیات منطقه آزادی دنغره را خیلی بلند برداشته تأسیس جایهای کاری را خیلی زیاد نماید. عین حال در منطقه آزاد اقتصادی دنغره 34 سوبیکت به قید گرفته شده است که 8 تای آن فعالیت نموده در سال 2023 به مقدار 73 میلیون سومانی محصولات استحصال کردند. در تاجیکستان برای دستگیری و رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری شرایط مساعد فراهم گردیده است و ما در همین دایره تصمیم گرفتیم با جلب سرمایه خارجی کارخانه نوی تنباکو را با برند جهانی اوریس در منطقه آزاد اقتصادی دنغره افتتاح نماییم. کارهای ساختمانی در بنای اساسی کارخانه قریب به انجام رسیده است و در آینده نزدیک تجهیزات و تکنولوژی کارخانه وارد می شود. هدف تأسیس این کارخانه رشد صنعت، تأسیس جایهای نوی کاری و صادرات نمودن محصولات تنباکو به خارج مملکت می باشد.
боиси хушнудист ки бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи саноат рушд ёфта истодааст. дар 4 моҳи соли 2024 корхонаҳои саноатии ноҳия якҷо бо бахши хусусӣ ба маблағи 793.6 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол намуданд, ки ҳаҷми истеҳсолро нисбати ҳамин давраи соли гузашта 50 миллион сомонӣ зиёд ва суръати афзоишро бо нархҳои муқоисавӣ 107% таъмин карданд. дар 4 моҳи аввали соли 2024 теъдоди субъектҳои минтақа ба 35 адад расонида шуд, ки аз ин миқдор 8 субъекти саноатӣ, 3 муассисаи хизматрасон, 13 то машғули корҳои ташкилӣ ва амалишавии лоиҳа ва 11 корхона дар марҳилаи ҳуҷҷатгузорӣ қарор доранд.